ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان شام 11 مارس سال 2024 از 5 شبانه روز حبس شدن مومن و جاوید و دولت و شریف جان، رهبران مرکزهای دلخوشی PMC و اوریان در شهر بختر برای ویران کردن ترتیبات شبانه خبر داد. بدر هر دو مرکز دلخوشی مهر زده فعالیت آنها قطع کرده شد، ولی رهبران این دو مرکز فردوش مور مقامات را کنده به فعالیت خود بازم دوام دادند. حبس مومن و جاوید و دولت و شریف جان و منع فعالیت دو مرکز دلخوشی زیر اداره آنها در حالی است که ساکنان بختر و نواحی اطراف آن از جمله وخش و کوشانیان سالهای اخیر درباره افزایش بیش از حد شماره کلوب‌های شبانه و با موسیقی گوشخراش و داد و فریاد و مناقشه و زنوزنی‌های پیوسته میان مشتریانشان خواب و استراحت و آرامی شهروندان را دغلانه ویران کردن این مرکزهای دلخوشی شکایت‌های فراوان به دست می‌رسید. ملیس ختلان میگوید با وجود تاکیدهای همیشگی جهت رعایت آداب شهرداری، اجرای قاعده و ترتیب ریچه کاری و خللدار نساختن آرامی شهروندان، متاسفانه همان هستند بعضی از رهبران و کارمندان مرکزهای خدمت رسانی که دیده و دانسته مقررات مذکور را ویران نموده باعث ویران نمودن ترتیبات جاری در قسمت شبانه میگردند. خود مومن و جاوید و دولت و شریف جان و دیگر مسئولان مرکزهای دلخوشی بسته شده برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی ملیسا گفت شب 7 مارس سال جاری ساعت 23:00 ضمن برگزاری یک چاره‌بینی مقصدناک معین کرده شد که مسئولان مرکزهای دلخوشی PMC و اوریان شهر بختر ترتیبات ریچه کاری را در وقت شبانه ویران نموده عادی‌ترین طلبات‌های قانونگذاری را رعایت نمی‌کنند. بنابراین با مقصد برطرف نمودن کمبودی‌های جایداشت و به طلبات قانونگذاری موافق نمودن حجتگذاری فعالیت مرکزهای دلخوشی قطع کرده شد. بدل آنها مهر زده شد. در ادامه چاره‌بینی‌های سنجشی همچنین معین گردیده است که با گذشت یک شبانه روز مسئولین مرکزهای دلخوشی بالو ذکر گردیده به جای اصلاح کمبودی‌ها خودسرانه درهای مهر بندی شده را گشوده، نوابسته از آگاهی و تاکید کارمندان میلیسیا جهت رعایت طلبات شهرداری و اجرای ریچه کاری به فعالیت غیر قانونی خود ادامه دادند. با در نظر داشت فعالیت مذکور نسبت به شهروندان مومن و جاوید سال 1999 استقامت کننده شهر دوشنبه، رهبر مرکز دلخوشی PMC شهر بختر دولت و شریف جان سال 2001 استقامت کننده نویه خراسان، رهبر مرکز دلخوشی اوریان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به دادگاه شهر بختر ارسال کرده شد. سنه 11 مارس دادگاه شهر در نوبت خود برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی و اجرا نکردن طلبات قانونی کارمندان میلیسیا جهت به تنظیم ضروری فعالیت مرکزهای دلخوشی از روی طلبات قانونگذاری نسبت به هر کدام آنها حبس مأموری به مدت 5 شبانه روز تامین نمود. بسیاری ها در زیر این خبر به رهبران کنونی ملیس ختلان اظهار تشکر کردند.